سلام به چنل من خوش اومدید. امروز قراره یه ویدیو تراینات تو لف با هم بگیریم. فوق العاده است، فوق العاده. سه تا جون دارم، مجازات هم داریم، اسپری ترش. امیدوارم که خوشتون بیاد. خوشتون اومد لایک و ساب یادتون نره بزن. بریم. همه چیزش خوب پیش میرفت اینکه پیرمرده وارد داستان شد. نمیدونم والا خیره. بریم ویدیو بعدی. از حالا دیگه من واقعا بچه مشکل سخت. حال کردی استعدادو؟ حال کردی استعدادو؟ این نکن. چیه فردت چی بود تو جیبه؟ نزم بذار توضیح بدم. آره این خیلی خوب بود. اشکال نداره، یکی از جونام رفت. اوه چه بد زد. وای داستان مچگیری ها تمامی نداره. آتش این عشق کهنه دیگه خاک سری موند اومدی وقتی تو سینه نفس آخری اومدی وقتی تو سینه نفس آخری موند به عشق وای خیلی خوب بود. دوباره تازه کردی دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی. یعنی ویدیو یه طرف، این کامنت هایی که زیر پست میزنن یه طرف دیگه. به نظرم کامنت یه بخش جدا میخواد برای رسیدگی. واقعا عجیبه. یک کیلو تخمه میگیری بشینی پایین کامنت های سم یکی سمتر. بریم ویدیو بعدی. باشید بریم هیئت. 6 سال پیش با اصرار و دعوای مامانم شب تاسوعا رفتم دسته عزاداری هیئت. اینم نتیجه. پاشید تا خوباشو نبردن. پاشید چه نتیجه های ویدیو بعدی. یه چیز بگم پشماتون بریزه. مهراد هیدن اومده بسکتبال بازی کنه با ما. من خودم خیلی هیجانیم. الانم بیاین میخوام نشونتون بدم کیف کنید. بیا بذار بهش یه دونه پاس بدم. با مهراد هیدن اومده بوده. هیدن نامری عجیبه. بریم ویدیو بعدی. بچه ها ماشین از دستم آسی شده. Aylalar gelgilerden, çingeler ergilerden, gülügüle gelir, asiş geldim. بنده خدا دیگه مخش تاب برداشته. نمیدونم باید چی میشه گفت. بعدی این ناباورانه شما را پس از سالیان دراز به شما و سایر اقوام وابسته تبریک میگیم. از طرف دوستان و جامعه ورزشی گردنگیری ناباورانه شما رو پس از سالا. این خیلی خوب بود. گاده اینه از طرف جامعه ورزشی استان. وای دوستاتون هیچ وقت دعوت نکنید درستون. هیچ وقت. بریم ویدیو بعدی. تا الان 2 بار خندیدم، یه دونه دیگه دارم. اصلا دلم نمیخواد مجازات شم اصلا. بریم ویدیو بعدی. همه چی رو نباید ثابت کنیم. عجیبه. ویدیو بعدی. سلام
سلام بفرمایید. یه ترک سینگل میخواستم. من که کرد متعهدم. منم که لورم. منظورش قهوه. ویدیو بعد. علیرضا مردم چی میگن برادر تصادف کرد مرده؟ این بعد وقتی صبح رفت تخمق بگیره تصادف کرد مثل پوزش اسبی تو زمین مرد. شما چیکار کردن؟ سیب زمینی درست کرد. توفت ذات کسی. چرا بیا نتاش بیا ذات نگه داشتم. بابا دمت گرم. این روزا سختی آدم فراموش اصلا من کلا نمیکنه. یه وقتی دارم خیلی بچه‌ها با هم میرم نمیذارم رفیقام هیچ وقت چطور شده؟ اون پایین میره. گلوت پایین میره. من خود منم طوری بودم تن نوشابه نگه بابا داشتم. دمت گرم. بابا تو دمت گرم عالی من خیلی فدات شم چیزی عزیزی. دورت گرم. یه ورش هم نبود داداشش مرده. چقدر احساسات عجیبیه. بریم ویدیو بعدی. چی شد؟ یه بار دیگه دقیقا یه فکته. من واقعا بارها یه حرکت رو به یارو توضیح میدادم، یارو میرفت دوباره برمیگشت دوباره توضیح دادم. یه برنامه یه ماهه رو من از اول باهاش زدم تا آخرش که تموم بشه. یعنی هر بار که این بشر برنامه گرفت من به خدا میرسیدم. واقعا خیلی رو مخن، با اینکه توضیح میدی، وقت میذاری، انرژی میذاری، ولی باز یادشون میره. خیلی عجیب. اونم هیچ وقت به طول اینجور آدم ها نخوری. بریم ویدیوی بعدی. اسکل پلش نگاه کن ریدی تو موام. اسکل پلش نگاه ریدی تو موام. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. بریم بعدی. داداش سلام، خوبی؟ وقت داری؟ مشتری دارم. کاملا عروسی تو رو خدا یه حالت داره، خیلی عجله دارم. بشین بیا واقعا باشه مگه اینجا خارشو ویدیو هر روز عجیب تر میشه. و این واقعا عجیب ترینش. بریم بعدی. Adıma sen düşende bu qala daşlı qalı cıngı. تمام دندوناش شکست. برگام خیلی بد بود حاجی. بد زد. من نمیدونم این کارا چیه. من که بیشور نفهم عوضی اشغال چی ویدیو سمی بود خداییش. الان چه اتفاقی میفته؟ نمیدونم اینا رو از کجا میسازید، از کجا میارید، از کجا میسازید. ببخشید توپق میزنم. بریم ویدیو بعدی. لندا درست حسابی ارتفاع خوشگل نکن. غیر منتظره بود و من سوختم. ولی این ارزش خندیدن داشت. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. ویدیو بعدی. مگه کوری؟ چه طرز حرف زدنه؟ مهربونتر صحبت کن. مگه کوری؟ احساسی شد. بریم ویدیو بعدی. این واقعا خود حقیقته. یعنی همیشه میره فیلم بذاره، یه فیلم خفن، یا میره یا خوابشون میبره. اصلا وضعیه واقعا همین فکته. این واقعا فکته. این یکی از سخت ترین کاراست.
خواهش میکنم وقتی میخواید فیلم ببینید بشینید با هم یه فیلم ببینید. اون پسر اون دختر هزار زحمت کشیده فیلمو دور آورده، وقت گذاشته، دانلود کرده. واقعا یه فکته. بعد جالب اینجاست تو خانواده ایرانی فرزند خانواده اولین نفری که فیلمو رفته دیده، بعد همه بالا پاییناشو در آورده، بعد اومده به خانواده نشون داده. این یه فکت بسیار بسیار درست تو تمام خانواده ایرانی، اونایی که فیلم بازن. بله، حتی شما دوست عزیز. تمام صحنه‌ها رو از دست داد. بریم ویدیو بعدی. بهم انرژی بده لطفا، انرژی بده لطفا، تا این باقیش محکم، بری تر و تر مفتم، انرژی بده لطفا. وای خیلی خوبه، وای خیلی سم بود. یعنی چی واقعا خیلی سم بود. یعنی اصلا چیزای خوب و مثبتی نمیتونم راجع به این ویدیو فکر بکنم. نمیدونم چرا همین چیزی تو سوشال مدیا میذارن. واقعا سم بود، واقعا. بریم ویدیو بعدی. بریم خیلی گشنم، بریم یه جایی چیزی بخوریم. کجا بریم عزیزم؟ نمیدونم، فرق نداره. مثلا پیتزا بریم که از فست فود دوست داری؟ نمیدونم، فرق نداره. برنجی مثلا، غذا مثلا ایرانی؟ نمیدونم، فرق نداره. مثلا پیش غذا سیب زمینی؟ نمیدونم، فرقی نداره. چه قشنگ آمده شدم. راست میگید. ما وقتی ازت میپرسن چی میخورید یا کجا بریم سریعتر بگید دیگه. ما منطقی و سریع تصمیم میگیریم. یهو میبینی املت خوردی، یهو میبینی رفتی کنار خیابون نشستی داری فلافل میخوری. سریع منطقی. زبدری بگو زبدری چکشی بگو چه کار کنیم دیگه عزیزم. بریم ویدیو بعدی. اوه این ویدیوی نصیحتیه. من میگم گلپری، دیگه نمیگم سرسری. تو باید ما رو نصیحت کنی مرد مومن. این یعنی چی؟ این که خوبه. یه دونه دیگه بود یارو من میاو میاو. ای بابا ای بابا. بریم ویدیو بعدی. ویدیو آخر یکی از سمترین ویدیوهای ممکنه. اگر این ویدیو رو دیدید لطفا برام بنویسید که چه اتفاقی داره اینجا میفته. من هر چی رو نگاه کردم متوجه نشدم. نگاه کنیم. یکی مکش شیراز داره. اینا دیگه مبتدی هستن. چند تای آخر مبتدی هم دارن تلاششون رو میکنن. ویدیوی خیلی سمی بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. میدونم قرار نبود بخندم و هم اولش خندم تمام شده ولی واقعا ویدیو قشنگی بود. امیدوارم از ویدیوی من انرژی خوبی گرفته باشید، کلی باش خندیده باشید. اگه دوست داشتید حتما بهم بگید داخل کامنت ها، پارت بعدیشو براتون میسازم. خواهش میکنم ویدیو رو دیدید لایک یادتون نره. لایک و ساب شما باعث میشه کانال من حمایت کانال من دیده بشه و من باعث محتواهای با کیفیت و قشنگتری براتون بسازم. ببخشید اگر صدا بد بود، تصویر آهنگ بود. دیگه کم کم دارم یه فضایی رو درست میکنم بتونم براتون ویدیو با کیفیت بگیرم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بریم برای مجازات. ترش ترین اسپری. Let's go. خیلی دوستتون دارم تا ویدیو بعدی بدم.